میگه 2 تا رفیق بودن، یکی آبادانی یکی تهرانی. آبادانی اسمش محمد بود، تهرانی اسمش علی. اینا تو خدمت با همدیگه خیلی جورن، طوری که اگه 2 ساعت همدیگه رو نبینن نگران حال همدیگه میشن. میگذره و 2 سال خدمت اینا تموم میشه. دم در همون پادگان که میخوام با هم خداحافظی کنن، تهرانیه با آبادانیه میگه محمد خدمتمون تمام شد، رفاقتمون تمام نمیشه. هر موقع کار خوب خواستی بیا تهران. آبادانیه بهش میگه من پول و پله ندارم، ولی هر موقع زن خوب خواستی بیا آبادان، من برات زن میگیرم. میگذره و بعد 1 سال تهرانیه هوس زن گرفتن میکنه. میره کجا؟ میره آبادان، دنبال خونه رفیقش میگرده. میبینه یه خونه فقیرونست و تشکیلاتی نداره. در میزنه، محمد میاد دم در، سلام، احوال پرسی، تحویل گرم. 1 هفته تحویل گرم، مهمون نوازی. بعد 1 هفته علی به محمد میگه محمد قرار نبود برا من زن بگیری؟ بهش میگه چرا؟ بهش میگه بریم برا من زن بگیر. میره تو دوست، آشنا، رفیق، همسایه، هر کیه میگرده تهرانیه نمیپسنده. بعد از 1 هفته تهرانیه دم در خونه آبادانیه داره باش خداحافظی میکنه. بهش میگه تو به قول خودت وفا کردی اما من نپسندیدم. تو همین حین یه دختری از همسایگی آبادانیه میاد میره تو خونه آبادانیه. دختر خوشگل، سنگین، رنگین. بهش میگه محمد من این دختره رو میخوام. الان دختره چی آبادانیه میشه؟ نامزد آبادانیه میشه. بهش میگه باشه. با خانواده ها صحبت میکنه، با نامزده صحبت میکنه، بدون اینکه تهرانیه بفهمه دست دختره رو میده تو دست پسره رو میفرستش بره تهران. بعد از 1 سال پسره گوشه‌گیر شده، معتاد شده. مادرش بهش میگه زنتو دادی رفت، برو ببین رفیقت بهت کار میده. میره تهران دنبال خونه رفیقش. میبینی یه ساختمون عظمت، تشکیلات، همه چی داره ساختمون. زنگ در یا همون آیفون میزنه. یکی بلند میکنه آیفونو، میگه که سلام علی من اومدم. بهش میگه آقا برو من تو رو نمیشناسم. قطع میکنه. این میگه من حتما چون صدام عوض شده این منو نشناخته. دوباره زنگ میزنه، میگه علی منم محمد از آبادان اومدم. بهش میگه آقا برو من اصلا رفیقی به اسم محمد ندارم. این میگه رفیقم نامردی کرد. برمیگرده که بیاد، خسته شده بوده، میشینه توی چمنی روبروی ساختمونه، داره خستگیشو در میکنه. میبینه 3 نفرن قیافشون به دزدا میخوره دارن میان طرفش. این به خودش میگه اینا منو میزنن، پولام هم میبرن میرن، حداقل بذار صداشون کنم، پولا رو بهشون بدم، کتکه رو نخورم. صداشون میکنه، بهشون میگه این پول برگشتمه، میخوام برگردم آبادان با چند تیکه نون. اگه میخواین ببرینش دیگه کتک هم نزنید. اینا میگن نه الان که اینطوری شد ما تازه دزدی کردیم، این 50,000 تومان برای تو. 50,000 تومان بهش میدن. این میگه میرم یه دست کت و شلوار میگیرم، یه حمام عمومی میرم، یه اصلاح میکنم، برمیگردم آبادان. به مادرم میگم رفیقم بهم کار داد، من نخواستم، نگم رفیقم نامردی کرد. میره دست کت و شلوار میگیره، حمام عمومی میره، اصلاح میکنه. داره برمیگرده که سوار ماشین بشه، یه خانومی با ماشین براش بوق میزنه، آقا بیا سوار شو، آقا بیا سوار شو. آبادانیه میگه خانم برو تو رو خدا، من بچه تهران نیستم، بچه شهرستانم، زودم گول میخورم، از همه آدما هم گول خوردم، دیگه تو گولم نزن. زنه پیاده میشه، بهش میگه آقا من از تیپ و قیافت خوشم اومده، میخوام برام کار کنی، بیا برام کار کن. میره جایی که زنه کار میکنه، یه پوشاک زنجیره‌ای داره زنه، یه غرفه رو میده دست پسره. از برکت دست پسره کار زنه میگیره. بعد از 6 ماه زنه بهش میگه خوشم اومد، واقعا مردی، اگر دوست داری بیا دخترم هم بگیر. دخترش هم میگیره. میگذره بعد از چند وقت دختره بهش میگه محمد یه مجلس شرابخوری داریم بالای شهر، میای بریم؟ بهش میگه بریم. میرن بالای شهر، یه گوشه مجلس میشینن. اون گوشه مجلس کی نشسته؟ نامزد سابق آبادانیه که الان شده
زن تهرانیه. آبادانیه میگه ساقی اول من. میگن بگو. میگه بزنید به سلامتی اون رفیقی که قول داد و به قولش وفا نکرد. همه میزنن. میگه پیک دوم بزنید به سلامتی اون 3 تا دزدی که به دادم رسیدن و بهم پول دادن. پیک دوم هم میزنن. میگه پیک سوم هم بزنید به سلامتی این زنی که بهم کار داد و این دختری که زنم شد. خب هر چی بود به تهرانیه پرونده بود دیگه. تهرانیه بهش بر میخوره، میگه ساقی دوم من. میگه پیک اول بزنید به سلامتی اون رفیقی که قول داد و به قولش وفا کرد. همه پیکا میزنن. میگه پیک دوم بزنید به سلامتی اون 3 تا دزدی که دزد نبودن، من فرستاده بودمشون. پیک دوم هم میزنن. میگه پیک سوم بزنید، قسم خورده بودم نگم ولی میگم، پیک سوم به سلامتی اون زنی که مادرم و اون دختری که خواهرمه.